میگم که همیشه سلامت باشید و این خیلی تحقیقات و این خیلی فکرهای تازه زیادتر بیارید که مردم ما از اون بهره بشن. سلامت باشید. تشکر. بیننده‌های محترم، در همینجا برنامه شهر من خانه من به پایان میرسد و به شما سلامتی میخوام. و در این سمت از حساب اتوبوس های تمغه ایکاروس 6 عدد اتوبوس با فعالیت سر میکنند و فاصله آنها از 5 تا 7 دقیقه رو تشکیل میدهد. اینچنین در این کوچه ما سمت رقم 40 رو با 4 عدد اتوبوس با خدمت رسانی سفربر میکنیم که اینها هم برای خدمت رسانی مسافران در کوچه اسماعیل سوملی سفربر میشوند. در این کوچه اینچنین فعالیت اتوبوس های رقم 8 تا امروز فعالیت میکنند با مقداری از 26 تا 28 عدد. بعد با امضا رسیدن قرار ما در نقشه داریم که از روز نهم مقداری اتوبوس های این سمت رو با 36 عدد رسانیده فاصله حرکت آنها رو کم کنیم از 3 تا 5 دقیقه. غیر از این در این کوچه ما اتوبوس های رقم 23 رقم 13 و رقم 41 سر میدهیم که آنها خدمت مسافران رو میکنند. در کوچه نعمت قربایف باشد از حساب اتوبوس های کارخانه ما خط سیر رقم 18 فعالیت میکند و ما خیلی تصمیم گرفتیم که از 9 فوریه مقداری اتوبوس های این خط سیر رو با 32 عدد رسونیم. تا حالا در این خط سیر 24 عدد اتوبوس فعالیت میکرد و با 32 عدد مقداری اتوبوس ها رو رسونده مقداری سوزشواری آنها رو زیاد کرده فاصله بین حرکت اتوبوس رو کم میکنیم و از این صبح مدنیت خدمت رسانی رو با مسافران و مهمانان شهری از زمان بلند میبرداریم. تشکر. بیننده محترم، چخیلی که دیده می شود یعنی که از طرف کارخانه های کمونالی نقلیاتی شهر دوشنبه بابت اجرای قرار نو رئیس شهر دوشنبه تمام کوشش برده می شود و از ما مسافران شهر دوشنبه خواهش کرده می شود که همه در ایستگاه ها نقلیات جمعیتی را انتظار شویم و از آنها پرثمر استفاده بریم. در حالت رعایت نشدن فاصله بین اتوبوس ها یا که دیگر تغییرات ها شما میتوانید که به واسطه با راهبریت با تلفن باوری مرامت مسافران عزیز می توانند با هر آن کمبودی که مشاهده میکنند در سمت ها از کار نقلیات های مسافرکشانی با تلفن باوری کارخانه این 236 14 23 زنگ زده با ما خبر رسانند. ما در هر حالت با ما خبر رسیده چاره‌های کنکریتی اندیشیده با شهروندان جواب میگردانیم. تشکر. یعنی که کمبودی سریع وقت اصلاح کرده می شود. برای همین یک بار دیگر بیننده های محترم کوشش میکنیم که از شما دعوت میکنیم که از نقلیات جمعیتی دولتی پرثمر استفاده برید و آنها کوشش میکنند که به شما خدمت خوب رسانند. بیننده های محترم، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. خیر، سلامت باشید.
салом бинандагони телевизиони пойтахт. ва ҳоло мо дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳин ҳузур дорем ва имрӯз мақсади аз ба ин корхона ташриф овардани мо аз он иборат аст ки то бинем ки фаъолияти ин корхона чӣ хел бароҳа монда шудааст, ронандагон, мутахассисон, роҳбарияти ин корхона барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба шаҳрвандони шаҳри Душанбе чӣ корҳоро ба амал бароварда истодаанд. Бинобар он пеш аз он ки мо суҳбатро бо роҳбари ин корхона оғоз кунем, бевосита аз худи ҳамин корхона дидан мекунем, баъд суҳбатамонро давом медиҳем. من خواهش میکنم اگه خودتون یک شناس میکنم برام. من رجب نورعلی راننده گازه. من همین چند وقت باز همین کسب کردی مشغول هستید؟ من در این کسب در لینی 17 سال شد. ای پیش 28 کار میکردم. 10 سال شد. 10 سال شد که همین خدمت رسانی مسافرها مشغول هستید. من گوید که وضعیت امروزه خدمت رسانی چه خیلی است برای کاری پرثمر شما؟ آیا شرایط مهیا هست یا نیست؟ اگر یا که چه خیلی دشواری‌ها هست؟ من خواهش میکنم روی راست میگفتید. من خب وزیر جو دشواری سخت دیده نمیشه. نکی مسئله گاز کم واز بین. گاز. خیلی دیگه از شرایط همش. من یک وقت من یاد دارم که از سبب آن که بسیار همین هم تمغه‌های خرد حجم یعنی که تنگه میگن زیاد شد، قریب که اکثر ماشینایی که گازل از کار بیرون برآمدن، یعنی که مفخه گازل تنگ کرد تنگین. همین مسئله به چی شما عقیده دارید؟ این مسئله اوخی همون کار کنن خشرو کار کنن. همون راننده های یوش که هستن با همون پرایل کار نمیکنن. بسیار پامخ میتونن. بعد ما مجبوریم که بستیم و گذارن بعد مگذاریم. دیگه اگون باید نیست. من حاضر قرار نوی رئیس شهر برآمد نسبت آن که در بعضی کوچه‌های اساسی شهر دوشنبه حرکت همین خیل چی میگن ماشین‌های خرد حجمی تنگیم رو منع کردم. نسبت همین چی عقیده شما و چی فکر میکنید؟ خوب است، بد است؟ که برای ما فرق نداره. نه که من نکردن راهشون دیگه کردن و نه که چه گپ زنن. خب باید کار کنن اوخی. هم انسانن و هم اویله دارن. همه باید کار کنن. شما از خطسری 17 میگردید خیلی چه خیلی است همین خطسر چه خیلی تغییرات شد این به فایده کار شد یا به ضرر کار؟ خیلی زیرش کم خوبی هست برای که رای دیگه کردن. با او راه رفتیستم با این رای اولا مو. مسافران زیاد از شما استفاده می‌کنن یا کم؟ خیلی میشه خیلی بسیار هم نه کم هم میونه. شما همچون راننده‌ای که 10 سال سابقه کاری دارید، سابقه کاری دارید، با راننده‌ها با مسافران چی مراجعت میکنید برای بهبودی کار؟ من مراجعت میکنم که همه ایری پرایل کار کنن همه با خوب غریق خویده. مسافرانی بیچاره چیه این جایی که راننده مانکر همجا میسته جایی مانکر سوار میشه. اینجا فقط عیبی همین راننده‌های خودمونیم. اونایی که قاعده ویران در هر جا من میکنن. به اجازت. سلامت باشید. برای کاش مواد. من ناظر تکنیکی نقلیات ترانسپورت بودم. من شما از دیده سودیم که پیش از به خط سیر برآمدن نظارت تکنیکی گذرانده شدید. من چه خیلی کمبودی‌ها در همین نقلیات بیشتر به نظر میرسن؟ از پیشتر حاضر نه. من ماشین تنگینا 65 تا داره. از 65 50 تاش میبرد. از گازیلا 17 تا داریم. از 17 تا 13 تا گازیلا داریم. همه میبینیم قانون قاعده‌اش خطی. پرایور باید میگیم سالش رسیدگی باشد از 30 سال زیاد باشد. قانون و اشخاصی لیسنس همش پرایور کرده کار کرده سوده. من این